سلام و درود با عشق فراوان. آیا کتاب قرآن که 604 صفحه دارد دلیلی برای اثبات خود آورده است؟ بله، قرآن چندین دلیل و فکت برای اثبات خود آورده است که اولین و اصلی ترین اثباتش در آیه 23 سوره بقره مطرح شده و پس از بررسی 3 آیه قبل از آن میریم که نگاهی به این دلیل و اثبات بزرگ بیاندازیم. ممنون میشم قبل از شروع کانال رو سابسکرایب کنید. ابتدا در آیه 2 سوره بقره آمده است که این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و راهنمایی است برای پرهیزکاران. همین ابتدا میگه که هیچ شکی در این کتاب نیست که البته همونطور که گفتم دلیل اثباتش رو در آیات بعدی میاره. اما در این آیه به مخاطبای خاصی اشاره میشه. میگه هدایت برای پرهیزکاران است، یعنی هدایت فقط برای کسانی است که زمینه خاصی داشته باشند، پرهیزکار باشند. در قرآن منظور از پرهیزکاران کسانی هستند که اندیشمند هستند، کسانی که تعقل میکنند و مدام فکر میکنند. در واقع منظور کلی پرهیزکار یعنی انسان آگاه. پس طبق این آیه اگه کسی این کتاب رو بخونه و چیزی دستگیرش نشه، تقصیر از خودش محسوب میشه، نه کتاب، چون هنوز به آگاهی نرسیده که بتونه کتاب رو درک بکنه. این میتونه یه جور تکنیک روانی باشه. پس این آیه یه جور بیانیه است. کتابی بدون شک، اما هدایتش فقط برای گروهی خاص. در آیه بعدی، آیه 3 سوره بقره، پرهیزکاران یا افراد آگاه معرفی میشه. آیه 3: پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق می‌کنند. 3 شرط قرآن که مشخص می‌کنه چه کسانی به آگاهی رسیدند. شرط اول ایمان به غیب، یعنی به چیزی که دیده نمیشه باید باور داشته باشی. خدا، فرشته، آخرت، کائنات، انرژی، کارما یا همون نتیجه اعمال و خلاصه هر چیزی که دیده نمیشه ممکنه وجود داشته باشه. دومین شرط نماز. این دیگه فقط یه ایمان قلبی نیست، یه ساختار عملی واضحه. و شرط 3 انفاق، خرج کردن از دارایی‌های شخصی برای دیگران یا خدا. این شرط هم بعد اقتصادی و اجتماعی رو وارد میکنه. و در آیه 4 هم میگه که پرهیزکاران نه تنها به قرآن ایمان دارند بلکه به کتاب‌های تورات، انجیل و روز رستاخیز هم باید باور داشته باشند. خب تا اینجا خدا هنوز استدلالی ارائه نمیده و فقط لیست وظایف و باورها رو داره ادامه میده. و اما از آیه 4 میریم سراغ آیه مهم بعدی، یعنی آیه 23 و 24 سوره بقره، جایی که استدلال وارد میشه. آیه 23: و اگر درباره آنچه نازل کردیم شک و تردید دارید، یک سوره مانند آن بیاورید و تمام انسانها را جز خدا برای این کار فراخوانید. آیه 24: پس اگر چنین نکنید که هرگز نخواهید کرد، پس از آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگ هاست که برای کافران آماده شده است. اینجا به طور محکم و قاطع یک چالش و فراخوان سراسری برای اثبات خودش ارائه میده. اگه شک داره قرآن از طرف خداست، یه سوره مثلش بیار. و بلافاصله تهدید میاد که اگه نتوانید که نخواهید توانست، پس از آتش بترسید. اما مگر یک سوره قرآن چه اصولی دارد که کسی نمیتواند سوره مانند آن بیاورد؟ 1. از نظر ادبی قرآن یه سبک زبانی خاص داره، یعنی نه شعر نه یک نثر معمولی.
ریتم، آهنگ و انتخاب واژگانش متفاوته. پس وقتی میگه سوره‌ای مانند این کتاب، یعنی متنی با همین قدرت بلاغت و آهنگ بساز. 2. از نظر معنا و محتوا، این کتاب فقط قافیه و موسیقی نیست، باید همزمان معانی ژرف و عمیق، پیام اخلاقی و هماهنگی با جهانبینی قرآن داشته باشه. یعنی یه جمله قشنگ خالی کافی نیست. 3. از نظر اثرگذاری، باید متنی باشه که آدم‌ها رو تکون بده، فرهنگ بسازه و تمدن رو تغییر بده. 4. از نظر جامعیت، حتی سوره‌های کوتاه مانند سوره کوثر یا اخلاص توی چند خط مفاهیم بزرگی مانند توحید، آخرت و رسالت رو جا دادن. پس وقتی میگه سوره‌ای مانند این، یعنی در اوج کوتاهی معناهای عمیق و جهانبینی کامل داره. و اما برای مقابله با این چالش در این 1400 سال که از نزول قرآن گذشته، فقط و فقط یک نفر به اسم مستعار الصفی ادعا کرده و یک کتاب به اسم فرقان الحق یا دتورو فرقان منتشر کرده که بعد از بررسی چند خط اول آن کتاب کاملا متوجه خواهید شد که تقلیدی از انجیل و تورات است. و هوش مصنوعی چت جی پی تی و جمنای هم میتوانند سوره های کوتاهی بنویسند، اما خودشان اعتراف میکنند که حتی از هیچ نظر در حد اندازه قرآن نیستند. پس میشه گفت هنوز بعد از 1400 سال با وجود هوش مصنوعی و این همه تکنولوژی، بشر حتی عاجز از آوردن سوره‌ای مانند این کتاب میباشد. و اما شما چطور؟ آیا میتوانید سوره‌ای مانند قرآن بیاورید؟ اگر جوابتون بله هست، لطفاً برام کامنت کنید. خیلی ممنون که همراه من بودید. دمتون گرم. با عشق دوستتون دارم.